عزیزان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سالم و سلامت و تندرست باشین. به چنل مسعود جلو خیلی خوش اومدین. ما توی این ویدیو قصد داریم که there is و there are که هر دو برای بیان وجود اشیا و موجودات زنده به کار میرن رو با هم دیگه مقایسه بکنیم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشین. 1 hour later. خب اولین نکته که باید در مورد there is و there are توجه بکنین اینه که there is و there are هر دو برای بیان موقعیت و حتی برای توصیف فضا ضروریه و حتی توی مکالمات روزانه هم خیلی میتونه برای ما مؤثر باشه. اول از همه میگم که تفاوت بین there is و there are تو همین اول مشخص میشه که there is توی اشیاء مفرد به کار میره ولی there are توی اشیاء جمع به کار میره. مثالاشو این پایین نوشتم. There is a book on a table. یک دونه کتاب روی میز هستش. یک دونه کتاب روی میز وجود داره. ولی حالا توی جمعش ما میگیم there are 3 books. اسمش مهمه برای جمع. There are 3 books on the table. 3 تا کتاب روی میز وجود داره. خب این از حالت عادیش. حالا اگه ما بخوایم منفیش بکنیم به صورت are not و is not میگیم. حالا is not همون isn't منتها مخفف شده. ممکنه جای متفاوت ببینیم که isn't نوشته یا aren't نوشته. aren't و isn't مخفف شده های are not و is not هستش. توی مثال پایینش نوشته there aren't any students in the class. هیچ دانش آموزی توی کلاس وجود نداره. توی این مثال اینورم نوشته که there isn't a pen in the bag. هیچ خودکاری توی کیف وجود نداره. حالت سوم حالت سوالی هستش که ما برعکس میکنیم. اینجا که ما میگیم there are برعکسش میکنیم میگیم are there. اینجا که ما میگیم there is اینجا توی سوالش میگیم is there. توی سوالش نوشته are there 4 pens on the chair. میگه آیا 4 تا خودکار روی صندلی وجود داره که در جوابش باید بگی yes there are یا باید بگی no there aren't. حالا توی مفردش میگی is there a kitchen in your house. توی مثالش میگه آیا توی خونه شما آشپزخونه وجود داره که در جوابش میگی yes there is یا میگی no there isn't.